أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. در روز عرفات حجاج بیت الله الحرام تا غروب آفتاب در سرزمین عرفه هستند. به مجرد غروب آفتاب حرکت حجاج شروع می شود. باید از سرزمین عرفه حرکت بکنند به طرف مزدلفه و در این روز الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم با گفتار و روش عملی خودشون این حکم را برای ما مشروع کردند که نماز مغرب را ما باید به تأخیر بندازیم. این یکی از احکام حج در این روز هست، یعنی نماز مغرب روز عرفه را باید به تأخیر بیندازند و نماز مغرب و عشا را با هم یک جا و در یک وقت و در سرزمین مزدلفه بخوانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سالی که به حج رفته بودند به مجرد غروب آفتاب دستور حرکت دادند و مردم حرکت کردند از سرزمین عرفات به طرف مزدلفه با آرامش و با وقار تمام. رسول الله صلی الله علیه و سلم مدام تذکر می دادند که السکینه با آرامش حرکت بکنید. منتها اگر فرصتی پیش می آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که در روایت آمده و اذا وجد فجوة نص، وقتی که جلوی روی رسول الله صلی الله علیه و سلم باز می شد، ایشون که سوار بر شتر می بودند مقداری شتابان می رفتند و اگر جمعیت جمع می شد و ازدحام می شد رسول الله صلی الله علیه و سلم مهار شترشان را می گرفتند و جمع می کردند. پس بنابراین حکم شرعی هم امروزه برای ما هم که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم این هست که به مجرد غروب آفتاب بدون این که نماز مغرب را بخوانیم باید از سرزمین عرفات خارج بشویم و حرکت بکنیم به طرف مزدلفه. و یک چیزی که در مسیر راه بسیار اهمیت دارد ذکر و دعا و تلبیه هست که انسان نباید از این ذکر و اوراد و تلبیه‌ای که خوانده می شود فراموش بشود. الله متعال در این زمینه می فرماید فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. زمانی که شما از عرفات برگشتید به طرف مزدلفه در مشعر الحرام الله متعال را یاد بکنید و ذکر بکنید. مشعر الحرام سرزمین مزدلفه هست و این یک حکم شرعی هست که حجاج باید شب عید را و شب دهم ذوالحجه را در سرزمین مزدلفه باید سپری بکنند و زمانی که حجاج حرکت می کنند در سرزمین عرفات قبلا عرض کردم که نماز مغرب را نمی خوانند و باید این نماز مغرب را به تأخیر بیندازند تا زمانی که به مزدلفه می رسند و نماز مغرب و عشا را جمع تأخیر بکنند در سرزمین مزدلفه و نماز عشا را قصر بکنند.
نماز مغرب را اول میخوانند و بعد از آن نماز عشا را 2 رکعت بخوانند. این یک حکم شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه انجام دادند. و بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این شب اومدند و نماز را جمع کردند، مغرب و عشا را با هم خوندند، بعد از این استراحت کردند تا فجر، تا بامداد روز 10 و روز عید. در روایات متعددی این نقل شده. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما میگوید که ما وقتی که از سرزمین عرفات حرکت کردیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون در مسیر راه رفتن برای قضای حاجت و وضوء مختصری گرفتم. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما گفت که یا رسول الله المصلا، وقت نماز هست. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما گفتند که یا رسول الله الا تصلی، نماز نمیخوانید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند المصلا امامک، محل نماز و جای نماز جلوی رویت هست، یعنی هنوز نرسیدیم به آن جایی که باید نماز بخوانیم. بنابراین روایات هست که امروز حجاج هم در سرزمین عرفات نماز مغرب را نمیخوانند و به تأخیر میاندازند تا زمانی که به مزدلفه برسند و وقتی که این نماز را خواندند باید در سرزمین مزدلفه استراحت بکنند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید، در فجر روز عید، این نماز فجر را در اول وقت خواندند، به گونه‌ای که برخی از اصحاب حتی متردد بودند که آیا فجر دمیده یا فجر ندمیده. یعنی به این اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز فجر را در اول وقت خواندند، به گونه‌ای که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلى صلاة الا لمیقاتها الا صلاتین، صلاة المغرب والعشاء و صلاة الفجر. من بیاد ندارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازی را بی وقت خوانده باشند مگر این 2 نماز را، یعنی نماز مغرب و عشا را که در مزدلفه جمع تأخیر کردند و نماز فجر روز عید را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زود و در اول وقت خوندند، یعنی غیر از وقت معتادی که همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر را در آن وقت می‌خواندند، در این روز قبل از آن وقت این نماز را ادا کردند. و این هم جزو احکام حج هست که انسان مسلمان نماز فجر را زود بخواند در اول وقت و بعد از نماز فجر مشغول بشود و به دعا و ذکر الله متعال وقت خودش را سپری بکند و قبل از طلوع آفتاب حرکت بکنند به طرف سرزمین منا. همان گونه که قبلا عرض کردم تمام حجاج باید در سرزمین مزدلفه بمانند و شب را در آنجا بگذرانند تا قبل از طلوع آفتاب که باید از سرزمین مزدلفه حرکت بکنند به طرف منا. منتها اگر افرادی ضعیف هستند، بیمار و ناتوان هستند، نمی توانند که با جمع حرکت بکنند، بعد از نصف شب مجاز هستند و می توانند که از سرزمین مزدلفه خارج بشوند و بروند در منا و رمی جمرات را انجام بدهند. این حکم فقط برای کسانی هست که معذور هستند، ناتوان هستند، بیمار هستند یا پیر هستند، نمی توانند که با کاروان و با جمع حرکت بکنند، و همچنین آن کسانی که همراه چنین انسانها و افراد ضعیف و ناتوان هستند این اجازه را دارند که بعد از گذشت نصف شب حرکت بکنند و به طرف منا بروند و بروند رمی جمره را انجام بدهند. هم اون کسانی که ناتوان هستند، بیمار هستند و هم همراهانشون این اجازه را دارند که قبل از موعد از سرزمین مزدلفه خارج بشوند و قبل از فرا رسیدن وقت رمی بروند و این رمی رو در واقع انجام بدهند.
در روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید که صفیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواستند که شبانه از مزدلفه حرکت بکنند بروند به منا و رسول الله صلی الله علیه و سلم به صفیه این اجازه را دادند، زیرا که ناتوان بودند و نمیتوانستند که همپای کاروان در واقع حرکت بکنند. از این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجازه ایشان این مطلب استنباط می شود که کسانی که ناتوان هستند، بیمار هستند یا عوارض دیگری را دارند از نظر شرعی مجاز هستند که بعد از نیمه شب عید حرکت بکنند از سرزمین مزدلفه و بروند به منا و رمی جمره را در واقع انجام بدهند. اینها مجموعی از کارهایی هست که حجاج در روز بعد از روز عرفه و در شب روز عید باید انجام بدهند و اعمالی را که حاجی باید در روز عید انجام بدهد انشاءالله این اعمال را در جلسه بعد خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا